سلام برای بچه های خودمون. اولش دیدین که چیت خطرناک بود. ببخشید گفتم چیت اک جیم. یکی تو کامنت نوشته بود گفت ام اک جیم بیار ام چیت اتشات باشه. من گفتم باشه یه اک جیم بیارم واسه تون که ببینید دوستان، من واسه هر کار میکنم، هر تو کامنت هر چیتی میخواد به من واسه میارم اون چیت اک جیمو. دوستان الان حداقل 50 لایک برسونید خواهشان. دوستان الان ببینیم یه اک جیمی واسه آوردن که پشماتون بریزه. یعنی هیچ اک جیمی کار نکن بغیر از همین اک جیم. بهتونم یاد میدن که بری چطوری دانلودش کنی. کسی نمیدونه ولی من بهتون میگم که چطوری دانلودش. کسانی که هم میدونن به شما نمیگن، ولی من یه چیتی آوردن که نگید. یه هم اک جیم هم چیتی شده. الان من به شما میگم که بری چطوری ازش دانلود کنید. قبل از که بریم شروع کنیم بزن لایک لامصب و دیگه چی کار میکنی؟ سابسکرایب بکن بزن دیگه. از اک جیمو و چیتا جا نمونی دیگه، گفته باشم دیگه. الان بریم دیگه چی سراغ دانلود اک جیم دیگه. حالا شروع میکنه. اولش برید اینترنت، همون برید داخل گوگل بزنید دانلود فری فایر دایموند اک. وقتی که اینو زدید اولش یه فروشگاه میره، فروشگاه رو اولش یکم پایینتر برید نوشته دانلود فری فایر مود اپ، همینو بزنید. بعد که زدید پایینتر یکم برید، بعدش نوشته دانلود اپ، همینو بزنید. بعدش وقتی که دانلودش کردید دیگه راحت وقتی که 600 مگ هستش 600 مگ بود دانلودش کردید دیگه. بیایید برید تو جای اندرویدا زیارچی رو نصب کردید، زیارچی رو نصب کنید از فروشگاه. وقتی که نصبش کردید بعدش برید اندروید او بی بی برید پوشه فری فایر نگه دارید. بعدش وقتی که پوشه فری فایر نگه داشتید بعدش دیگه خودتون دیگه میدونید. آموزش تو کانال تلگرام میذارم دیگه. اینجوری نمیشه که به شما بگم چطوری ازش استفاده کنید. تو کانال تلگرام آموزش واسه میذارم که چطوری ازش استفاده کنید. ببینید دوستان این اک جیم به شما وی بچ میده. وی بچ خطرناک. ببینید مال یوتیوبرها بهتون میده رایگان. فقط گزینه رو فعال کنید همین وی بچ رو دیگه. مال شما میشه یوتیوبر. اما فکر کنید شما یوتیوبر هستید، پشماشون بریزه. الان بهتون نشون دیدید که جمعم نامحدود شد. گفتم از فقط 600 700 تا جم میشه ازش استفاده کرد. فقط 600 700 جم میشه ازش استفاده